است. چرا نسبت توجیک و توجیکستانی کرده شده است. каромат шарифов мегӯяд ҳукумати русия нафақа ва имтиёзҳои давлатиашро ки 20 сол боз аз он баҳраманд буд қатъ кардааст. دیروز اولای من با Сбербанк روسیه برای گرفتن نفقه که در دسترس دویرس است از روز دوم داده میشود. دیرم شده باشه پس از روز دوم داده میشود و با وی گفتن که از 1 января 2019 نفقه به نام شهری شما منع شده است. سببش تو شما از بین کمیسریت حربی روسیه پرسید. بعدتر ما معلوم کردم فهمیدم که در حقیقت در قرار سودی لوبریتسکی اولین سودی که 2017 گذاشته بود اونو امروز پیشنهاد داده بودن که این شهروندی کرامت شریفов گرفته شد. مقامات روس قطعی نفقه‌اش را به اخراجش از آن کشور ربط دادند. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه میگوید از روی سندهای بین دو کشور در حالت اخراجش هم میتواند نفقه‌اش را دریافت کند. امروز زیادی کارمندان دولت تاجیکستان نفقه گیرن از روسیه. در آنجا بغیر از نفقه وقتی گرفته میشه که کمیسریت حربی کاغذ پیشنهاد میکند با ТСЖ که товарищ که жилищный комплекс با ТСЖ. در آن حالت پیشنهاد میکند که 50% که بوده نسبت کمونالی اینم برداشته شود. каромат шарифов ки дар сохторҳои низомии русия кор кардааст дар як сол як маротиба метавонист аз истироҳатгоҳҳои давлатӣ истифода кунад. ҳамсараш ҳам ҳаққи табобату истироҳати ройгонро доштааст. каромат шарифов мехоҳад ҳаққи поймолшудаи худро аз тариқи созмонҳои байналмилалӣ талаб кунад. ما نسبت کمیسیون نزد پرزیدنت با شهروندی مراجعت میکنیم. سپس با کمیته по правам человека اوندا مراجعت میکنیم. رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه روز 13 دکبر سال 2017 از مسکو به تاجیکستان اخراج شد. سبب اخراج شریفov از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه گفته شد. روسیه بعد این شهروندی کرامت شریفov را بیکار کرد و حالا او به گفته خودش یک شخص بدون سند شهروندی است. شریفov اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعتدار دانسته است که حمایت پیوسته او از حقوق مهاجران به آنها نمی‌فارید. شادمان یتیم، میرزا نبی خالقزاد، آزادی دوشنبه.